سلام و عرض ادب خدمت دوستان و فالووران عزیز. هفته پیش میخواستیم همین فیلم بدینگ رو بگیریم و بعد بارگذاری کنیم که خب خبر دادن مادر بزرگی اون حالش خوب نیست. بعد دیگه بقیه ماجرا پیش اومد. خب الان 2 روزم هست که یکی مادر بزرگیمونم حالش خوب نیست. قبلا هم با صحبتی که با آقا وحید داشتیم تو کانال مهارت شلیک بهش گفتم حضرت اسرائیل با ما قرارداد داره. خدای نکرده وقتی یه دونه فوتی ما میدیم پشت سرش همینجوری فوتی ها میان. خب چه میشه کرد دیگه، زندگیه دیگه. همونطور که کار ما تعمیر سلاحه، کار حضرت اسرائیل هم چیه؟ اینه که کارهایی که خدا ازش میخواد و اجرا کنه. خدا رحمت کنه همه رفتگان. آره بعد وقتی که میخوای بدینگ رو انجام بدی باید این موارد رو رعایت کنی. این نیست که طرف بگه آقا طرف مثلا میخواد 7-8 تومن پول بگیره ازم، نمیدونم چی کار میکنه مگه رو بدینگ. نه دوست عزیز، ما 2 روز 3 روز روی این اسلحه کار کردیم، بعد رفتیم مراسم ختمامون رو راه انداختیم، بازم اومدیم اینجا بازم داریم کار میکنیم روش. قول این قدیمی ها الله بختکی نیست. فکر نکنید وقتی توی یک فیلم رو داری نگاه میکنی فکر میکنی در عرض همون مثلا 10 دقیقه کار به عنوان مثال این اسلحه تمام شد. نه دوست عزیز، روی قنداقش کار انجام شده، جایی که ریسیور میشینه کار انجام شده، جایی که لوله میشینه کار انجام شده. همینجوری هم نیست. خب بذار ببینیم گیر نداره. برو اون بر بذار دوستان نگاه کنن دیگه. آفرین پیشی. از این بر ببندیم. واکس شکوفه
واکس میزنیم. آره بعد تو کلیپ میپرسن آقا واکسه واسه چیه؟ خب واکسه واسه اینه که این اپوکسی که ما استفاده میکنیم برای شرکت بریتووده، اصل امریکاییه، خب که مخصوص برای تفنگ‌های گلوله زنی که میخوام بدینگ بشن حالا ساخته شده. نمیدونم اون میاد اگه این واکس خورده نشه در بیارم ریسیورتون رو به کپ همچین میچسبونه که نیازمنده اینه که یه قنداق رو شما بشکنی. اما وقتی واکس زده میشه یه جداره روغنی بین چسب و قنداق ایجاد میکنه که وقتی که کارت تموم شد بعد از 24 ساعت تا 72 ساعت این نیست که بگی الان چسبو زدم فردا باز میکنم، نه، از 24 ساعت تا 72 ساعت این اپوکسی سفتی خودشو میاد مال میکنه و سخت‌تر میشه. بخاطر این واکس نچسبه. اما بسیاری از دوستان روغن‌های دیگه استفاده میکنن. اما من الان چندین ساله حالا برخی از تعمیرگاه هم از ما پرسیدن و قبلا چی استفاده میکنی که زود در میاد؟ بهش گفتیم واکس. طرف استفاده کرده بعد از ما تشکر هم کرده، گفته والا چون چند سال ما مثلا پولای هنگفتی دادیم، مثلا روغنهای خاصی گرفتیم که این کار رو واسه ما انجام بده، اما این واکس مثلا 10-20 هزار تومنی از اون بهتر جواب داده. ما هم گفتیم آقا خلاصه تجربه است دیگه، همه چیز به بعضی ها مثلا تو کامنت ها میخونم قبلا میگفتن آقا اسلحه نمیدونم یه علمه و علم هست، اما علمو کی چیز کرده؟ اول کسی که تجربهشو داشته اومده یه کاری رو انجام داده، یه تزی رو داده که آقا مثلا سیب از بالای درخت افتاده، تجربه بوده دیگه، افتاده روی کلش تجربه کرده و گفته آقا این جاذبه است، بعد اومده اونو به صورت علمی گفته. حالا کارهایی که برخی از اساتید و چیز انجام میدن تو، حالا در هر حوزه‌ای، فقط حوزه سلاح نه، توی هر حوزه‌ای، اینا همش اولندش تجربه است. بعد که میاد علمی میشه، میگه آقا سرعت نمیدونم گلوله اینجوریه، سرعت چرخش اینجوریه، چپ به راست اینجوریه، راست به چپ اینجوریه، گردش زمین اینجوریه. آره بعد اونا چیز میشه، دیده میشه. آره چون از اینجا کلش باید چی بشه؟ بدینگ بشه. خب به خاطر اینکه اندازه فیلممون زیاد نشه
مدتش قطع میکنم، موقع بدین گرفتن و بدین کردنش هم بازم ویدیو میذارم. ارادتمند شما عزیزی.